اخلاص سره کار وکړئ موږ در سره یو تاسو را سره سئ مطمئنه اوسئ تاسو به هیڅوک څه نه وایي هیڅوک در سره مشکل نه لري خپل کار ته همداسې دوام ورکړئ لکه دا بعضې وروڼو چې 20 کاله او 25 کاله دوام ورکړی و بدون کدام تشویش وظایف خود انجام بده شما مامورین چیستین وزارت خارجه است که ما سابق اوج ثبت و سجل و دوزر و همه چیز داره هر کس که وقتش پره میشه نظر به قانون کشور ماست قانونی که وزارت خارجه است و جای دیگر خواهد رفت یا بعضی کسای نو خواهد آمد هیچ کس گفته نمیتونه که برادر تو دیگه دیگه نیستی و برو پشت کاره و هیچ کس حق از این نداره که رو بگوه نه من میگم نه وزیر صاحب خارجه میگه نه دیگه کس براتون گفته میتونه بخاطر از اینکه تو یک فرد افغان هستی ما هم هست ما هیچ وقت حق از این برای خود نمیتونم که ما به یک دیپلمات خود بگم که تو دیگه از اینجا برو البته لزوم دیدن اگه من میخوام که بدل کنم تبدیلش کنم یا نمیتونم ما گفتم نمیتونش که تو برو بخاطر خاک عزیز وطن عزیز شما بیخی از این نگاه تشویش نداشته باشید و کارهای خود دوام بدین در دوبه مشکلات زیاد بود ما یک وقت که داشتیم بعضی مشکلات و تشویش‌های بود ان شاء الله دهنیزی قال مقدسه برای ما گفت شاید در حدود 5000 پاسپورت برسه ان شاء الله اگه اونا خلاص شد باز دیگر روان میکنه پاسپورت ما الحمدلله داریم زیاد داریم کوشش کنید با یابانایی که داخل دبی هستن یا همین کشورهای دیگه که در این نزدیک میان به دبی به خاطر پاسپورت و باز تصادف امرایش هم رویه خوب کنه وطن دارای ماست هر کس جواب میده مشکل است بیچاره‌های ما میان از ولایت میان اینجا به 2000 1000 درهم مزدور است دریور است کار میکنه خسته است مشکلات داره اینجا که میاد توقعی از این داره که برو افغانای خود ماست حداقل که میاد برادر ماندن باشه خوب استی بخیر استی بخیر آمدی هم یک نشانی باز هم صدقه جاری است براتون ثواب است و همه افغان خوش میشه او خوش میشه که الحمدلله که برادر افغان خود